خب بچه سوال بعدی گفته نمودار دو تابع منفی قدر مطلق سینوس و کوسینوس ایکس به علاوه پی شیشم در چند نقطه همدیگر را قطع میکنن. همون روش هندسی فصل اوله، ولی دیگه خودش فقط نقطه برخورد نمودارا رو خواسته. اصلا شاید میشد معادله مطرح کرد این سوالو. ما میایم چیکار میکنیم؟ میایم توابع خواسته شده رو توی دستگاه رسم میکنیم، ببینیم نقاط برخوردمون چند تاست. تابع سینوس شما میشناسین. من یه کوچولوشو این ور رسم میکنم. اول تابع سینوس اینجوری بود، از صفر شروع میشد و به این ترتیب بالا و پایین میرفت. حالا قدر مطلقش چی میشه؟ قدر مطلقش تمام این قسمت‌های منفی میاد بالا، یعنی به این شکل میشه، و منفی قدر مطلقش ما اینجا لازم داریم. منفی قدر مطلقش هم میاد این پایین رسم میشه به این شکل. از این ور هم بازم ادامه داره، ولی چون گفته تو بازه 0 و 2 پی ما دیگه با این ورش اصلا کاری نداریم. خب قسمت بعدی میخوایم بریم کوسینوس x به علاوه پی شیشم رو بکشیم. ببینید کوسینوس x از تو نقطه 0 تو نقطه ماکسیمومش یعنی 1 قرار داشت. حالا پی شیشم باید حرکت کنه و به این سمت بیاد. اگر بخوایم بکشیم، امیدوارم دست من سر نخوره، درست بتونم رسم کنم. بله. خب و از اینجا دوباره ادامه میده و به سمت بالا میره. البته یه مقدار جلوتر باید برمیگشت. اینجا برمیگرده به سمت پایین. البته کار ما تو همینجا راه افتاده دیگه، چون ما تو دو پی رو میخوایم و قطعا این که اینجا دو پی که هست دیگه برخوردی صورت نمیگیره. یعنی ما چند تا برخورد داریم؟ یکی، دو تا. پس اگر ریشه های معادله رو میخواست میگفتیم دو نقطه، و الان هم که برخوردار رو مستقیما خواسته میشه چند تا؟ دو نقطه. پس نمودارها رو رسم میکنید و خیلی راحت جواب رو مشخص میکنید.